سلام رفقا، دوستای عزیز، خسته نباشید بچه ها. حقیقتش رو بخواید خیلی دلم میخواست پارت 3 رو زودتر بذارم، ولی خب یه ذره همچین خلاصه وقتم گرفته شد، نتونستم در خدمتتون باشم. بچه ها دقت کنید، تو ویدیو قبل اگه یادتون باشه من یه محوطه رو با سنگ سیاه نقش دادم و قرار شدش که اون محوطه بشه محوطه حصار ما. و اگه یادتون باشه شکل ساخت شن رنگی و خلاصه سنگ سیاه و سنگ سفید و اینا رو همه رو یادتون دادم. بچه ها اون محوطه رو برای اینکه وقتی ویدیومون گرفته نشه من اومدم با چوب حصار کشیدم و روش اسلب مشکی زدم. اسلب مشکی کاملا مشخصه، همین بلوکاست، فقط در وسط دو نیم شده و نصف یک بلوک هستش که طرز تهیه‌اش الان بهتون نشون میدم به چه شکل هستش. بهتونم میگم این خونه رو چجوری ساختم، مثلا استرس نداشته باشید. اینجا محوطه خونه است، قبلا دربارش باهاتون صحبت کردم که چجوری ساخته میشه. بچه ها دقت کنید، ببینید بچه ها، اسلب این هستش، این بلوک های مشکی نصفه که قابل ساخت هستش اسلبه، که شما حالا هر طرحی که دلتون میخواید یه چوب در میون رنگی بذارید، دو تا چوب در میون رنگی بذارید، که من یه چوب در میون رنگی گذاشتم و یه طرح زیبایی رو به خونم دادم که البته میتونستید با چوبای قشنگتر مثل چوب قهوه‌ای هم این کار رو انجام بدید که خیلی نما رو قشنگتر میکنه، ولی من فعلا همین چوبا در دسترسم بود. تو هر بایومی که اسپان شدید، چه جنگل باشه چه صحرا باشه، شما باید سعی کنید با تجهیزات اطرافتون یه چیزی رو بسازید. پس خیلی سعی نکنید برای درست کردن یه خونه خیلی خوشگل سراغ جای دیگه برید، هم وقتتون رو میگیره، هم کار بیخودی دارید انجام میدید، اذیت میشید. بچه ها دقت کنید، من اومدم و مرکز خونه رو، یعنی محیط قفسم رو یا حصارم رو به 4 قسمت تقسیم کردم. یعنی عرضش رو تقسیم بر 2 کردم، طولش رو هم تقسیم بر 2 کردم و 4 قسمت تقسیم کردم. این یک قسمتش شده، این یک قسمتش شده و اون دوتا هم جزء یک قسمتش شدن. این قسمتش رو زمین کشاورزی درست کردم. بچه ها شما میتونید توی قسمت از خونتون حالا زمین کشاورزی اگه میخواید بیشتر داشته باشید میتونید 6 قسمت کنید، میتونید 4 قسمت کنید، بستگی به اصطلاح خاص خودتون داره که چه محصولات رو میخواید بکارید. من یک گندم و یک هویج شلغم کافیه برام و محصولات بیشتری رو احتیاج ندارم. هندونه و کدو هم اینجا کاشتم، یک طرف هندونه یک طرف کدو، که از اون سمت چیز چیدم، از اون سمت به اصطلاح جزیره چیدم، هم هندونه داشت هم کدو خوشبختانه و تونستم یتکر رو کامل کنم. اما این قسمت خونم بچه ها، این قسمت خونه رو من اومدم و تبدیلش کردم به گاودونی، به اصطلاح چی بهش میگن، استبل کجاه، چی بهش میگن خدایا. خلاصه آقا توی یه طرف گوسفند میذاریم، یه طرف مرغ میذاریم، یه طرف گاو میذاریم، طویله اشته، حالا اسمش نمیمد تو ذهنم. این قسمت کردم طویله و 3 قسمت کردم یه قسمت رو، و یک قسمت به گوسفند، یه قسمت گاو، یه قسمت مرغ یا هر موجودی که دلم خواست. بیشتر خوک علاقه دارم بذارم و بیشتر از 3 قسمت هم بچه به دردتون نمیخوره. اگرم بخوره دیگه خواست خودتونه، میتونید خرگوش بیارید، خرگوش هم پرورش بدید، یعنی محدودیتی نیست برای پرورش حیوان. و اما بچه ها این دو قسمت شاید بپرسید میخواد چی بشه. بچه ها یه قسمتش قراره بشه استبل، که این قسمت من قراره بکنم استبل، و یک قسمت قراره بشه خونه ما که قراره طرح زبدری داشته باشه که اینجا هستش. بچه ها دقت کنید، خونه ای که ما قراره بسازیم زیر زمین هستش و اینجا بخش روی خونه ما قراره ساخته بشه. یعنی خونه ما خیلی بزرگتره و اندازه کل این محیط، یعنی خونه ما یه طبقه اندازه کل این محیطی که من حساب کشیدم قراره ساخته بشه. پس کندکاری خیلی زیادی در پیش داریم بچه ها. عصبانی هم نشیدن این که من دیر به اصطلاح اومدم و چیز کردم یا مثلا این قسمت رو ساختم بعد ویدیو گرفتم، چون بچه ها ویدیوهای من خیلی داشت زمانش زیاد میشد و ظاهرا بچه ها به خاطر تایمش نگاه نمی‌کردن. ولی خب در عوض شما میتونید خونه‌ای بسازید که خیلی جذاب و زیبا هستن. طرز ساخت اینا هم تو ویدیوهای قبلی همه رو بهتون گفتم، همه رو هم 0 تا 100 سروایوال ساختم، یعنی جونی. اگه برید مشاهده کنید ببینید که چجوری ساختم. تو قسمت آخر ویدیو من محوطه رو با بلوک‌های مشکی درست کردم، منتها حصار نکشیده بودم، که اگه میخواید کامل ساخت این خونه رو یاد بگیرید بعد ویدیوی قبلی رو کامل مشاهده کنید، نباید بزنید بره وسطش دوباره بزنید چیز دیگه. درست سال وسط چرت و پرت زیاد گفته شده، ولی من همه رو آموزش دادم، یعنی تک تک حرفایی که بهتون زدم به دردتون میخورده و چرت و پرت داخلش خیلی نبوده. خیلی خوب بچه ها، من ویدیو رو استوب میزنم. من وسایل ساخت استبلم رو اینجا آماده کردم، ویدیو رو استوب میزنم و میام تا بهتون بگم که قراره چیکار بکنیم.
خیلی خوب رفقا، اولین چیزی که در مورد ساخت استبل باید یاد گرفته باشید اینه که بچه‌ها همیشه خونه‌هایی که میخواید بسازید یا استبلایی که میخواید بسازید یا هر منطقه‌ای که میخواید بسازید که مربوط به ساخت و سازتون باشه، نه زمین کشاورزی که حصار داره یا مثلا به اصطلاح چی بهش میگن گاو داره که حصار داره. اول از همه این که من برای این حصار گذاشتم چون اگه رو بپری رو اینا محصولات از بین میره، رو زمین کشاورزی بپری محصولاتش از بین میره. برای اینم حصار گذاشتم گاو گوسفندا فرار نکنن. ولی بقیه محوطه ما احتیاج به حصار نداره و ساخت و سازه. شما اگه چسبیده به دیوار بخواید ساخت و ساز کنید، خب بلوکاتون نگاه کنید میچسبه به دیوار و کلا شکل بدریختی پیدا میکنه. بذارید من یه بلوک امتحان کنم، نگاه کنید بچه‌ها، ببینید میچسبه به دیوار و کلا یه ظاهر خیلی زشتی رو ایجاد میکنه. بعد بچه‌ها محوطه‌ای که درست میکنید باید کاملا دسترسی داشته باشید به محوطه خونتون. یه جوری نباشه مثلا شما میخوای این پشت دور بزنی راه نداشته باشی رد شی، بعد اصلا زشت خونه رو بچسبونی به این به اصطلاح حصار، اصلا خونه رو خیلی زشت میکنه و ظاهر خونه رو بد شمایل نشون میده. خیلی خوب رفقا، بچه چیزی که تو ساخت استبل خیلی من بهش علاقه دارم بچه ایجاد پله هستش. شما میتونید با یک پله قشنگ زمینه رو و کف رو زیبا و خوشگل جلوه بدید. من استوب میزنم، پله رو میسازم و دوباره بهتون نشون میدم. خیلی خوب رفقا، شب شد و آمدیم بخواب. اگه یادتون باشه تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم تعداد روزا رو حساب کنید. من برای ساخت اون حصار 3 روز وقت گذاشتم بچه‌ها و با محوطه چینی و همه چی. الان میخوام بخوابم. میخوام اگه مقدوره توی نظرات بهم بگید که من چند روزه که دارم بازی میکنم و تونستم یه همچین محوطه‌ای رو بسازم. بریم بخوابیم و دوباره بیایم سراغ ادامه ساخت و سازمون تا بهتون بگم قضیه چقدر. خیلی خوب رفقا، الان پله ساخته شد و به این محوطه نما و جذابیت بیشتری داد. این نما و جذابیت اول کار خیلی مشخص نیست، ولی وقتی استبلو بسازید تازه میفهمید چقدر تاثیر داشته. دقت کنید بچه‌ها، وقتی ما این محوطه رو اسلب شیدیم، این محوطه رو باید اسلب بشیم. در واقع ساخت و ساز خونه‌های من حداقل به این شکلی که من خونه‌هامو قرینه میسازم، زیباییشون رو چند برابر میکنم. ببینید بچه‌ها، این محوطه هم همه رو باید پله بذاریم ولی به موقع ساخت خونه. بریم سراغ ساخت استبل. محوطه استبل ما دقیقاً یه همچین محوطه‌ای هستش. ما برای ساخت استبلمون بچه‌ها احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به راه داریم. یعنی چی؟ یعنی ما باید یه در داشته باشیم، وارد استبل بشیم، خلاصه خروج پیدا کنیم و یه مسیری باشه که خلاصه هم بشه مثلا اسبو توش گیر بندازی، هم بشه توش راه بری. حالا من استوب میزنم، موقع ساخت و ساز بهتون میگم منظورم چیه. دوباره برمیگردم تا ادامه کار بهتون بگم. خیلی خوب رفقا، بچه من یه بیل ساختم و برگشتم تا منظورم رو بهتون بفهمونم. ببینید بچه ها، ما توی همچین محوطه‌ای میتونیم اندازه 2 تا اسب جا باز کنیم برای درست کردن استبل. یعنی من میتونم 2 تا اسب داشته باشم توی محوطه. حالا به چه شکل الان بهتون میگم. بچه اگه یادتون باشه گفتم ما باید از دیوار فاصله داشته باشیم تا نمامون نچسبه به دیوار، که پله گذاشتیم فاصله رو ایجاد کردیم. حالا بچه ها دقت کنید، ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم اندازه این ور تا این ور رو میشماریم ببینیم چند بلوک هستش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بچه ها 13 بلوک فاصله این ور تا این ور هستش. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم این 13 تا رو بچه ها تقسیم بر 3 میکنیم. شاید خب اعشاری در بیاد. من یه حساب کتاب کوچولو بزنم برگردم تا ادامهش رو بهتون بگم. خیلی خب رفقا، تقریبا 4 در اومد دیگه. یعنی ما اینجا 1 2 3 4 یه دونه علامت میزنیم، دوباره از این ور 1 2 3 4 یه علامت میزنیم. حالا بین این دوتا رو حساب میکنیم 1 2 3 4 5 که دقیقاً اینجا رو میتونیم علامت بزنیم. یعنی 3 تا از این ور 3 تا از این ور 2 تا این 2 تا این، دقیقاً قرینه هم در میاد. بچه ها این چیه؟ شاید بگید خل شدی مثلا برای چی همچین حرکتی میزنی؟ بچه ها ببینید، من دارم یه کاری میکنم که بتونم محوطه ایجاد کنم که راه ورود و خروج درب مشخص بشه و اسبمون هم کاملا مشخص باشه که دقیقاً کجا قراره باشه. ببینید بچه ها، استبل ما خب 3 تا در داره. یه دونه از این ور داره، یه دونه
از این ور داره و یه دونه از این ور داره. اما تفاوتش تو چیه؟ تفاوتش تو اینه که بچه‌ها ما برای در استبل باید 2 تا در بذاریم. چرا 2 تا؟ چون اسب از یه دونه در تو نمیره، چون ابعادش بزرگه، از یه دونه در تو نمیره. شما یه در وا کنی اسب اصلا نمیتونه بره تو، باید 2 تا در داشته باشه، اونم در طویله نه در معمولی که زامبی اینا نشن. خیلی خب بچه‌ها، من برم این برم محاسبه کنم، بعد وسط در وسط در بیارم تا بریم ادامه کار. خیلی خوب رفقا، بچه‌ها من وسط در وسط این قسمت رو در آوردم. این 2 تا بلوک وسط شد 8 تا بود، تقسیم بر 2 شد 4 که پنجمیشم زدم که 3 تا از این ور داشته باشم 3 تا از این ور و مساوی قرینه در بیارم. خیلی خوب بچه‌ها، حالا بگیم چیکار کنیم. اگه گفتید بعد چیکار کنیم الان بهتون میگم. ببینید بچه‌ها، ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم این 4 بلوک این ور رو شامل این میشه میذاریم برای محوطه حصار اسبمون که این ور کلا اسبمون بچرن و عشق کنن. این 4 قسمت این ور رو میذاریم برای ورود و خروجمون. به چه شکل باید تقسیم بندی کنیم؟ راه و مسیر رو من اینجوری تقسیم میکنم با بیلش. اگه خواستید تقسیم بندی انجام بدید، همیشه بیل بهترین ابزار نشون دادن تقسیم بندیتون هستش. خیلی خوب بچه‌ها، چیزی من محو کنم، به اصطلاح چی بهش میگن، جای بیلم رو محو کنم. خیلی خوب، ببینید بچه‌ها، محل ورود و خروج اون ور این ورمون کاملا مشخص شد که ما از کجا ورود میکنیم از کجا خروج میکنیم. حالا گفتم چی؟ گفتم بچه‌ها 2 تا در باید داشته باشیم برای ورود و خروج، یعنی یه دونه در این ور یه دونه در اون ور و در نتیجه این حرکت رو میزنیم. البته بچه‌ها یه چیزی هم گفته باشم، یعنی ما میتونستیم از این ورم راه ورود یه دونه بذاریم و سمت چپ و راستم تبدیل کنیم به استبل، ولی از اونجایی که من معمولا دوست دارم استبلام چند تا در داشته باشه و زیبایی کارم چند برابر بشه، این حرکت رو اجرا میکنم. خیلی خب بچه‌ها، اما در به این ور بچه‌ها باید 3 تا در بذاریم، یعنی به این شکل که وسط در وسط در بیاد. 3 در این ور، 2 در اون ور و 2 در این ور. و به اصطلاح میایم این قسمت و این قسمت رو هم شیم میذاریم و خلاصه از بین میبریم. راه ورود ما اینجاست بچه ها، ما دقیقا اینجا ورود و خروج انجام بدیم، از اون ور از این ور، و خلاصه راه ورود و خروج ما به این شکل هستش. حالا بریم بچه ها برای طرح دادن به این استبلمون که ببینیم چجوری میتونیم طرح بدیم که خوشگل بشه. من ویدیو رو استاپ میکنم و برمیگردم. رفقا دوباره شب شد و ما باید یه چرتی بزنیم و برگردیم. تعداد روزا رو حتما تو کامنت برام بنویسید. خیلی خب رفقا، بچه ها این طرحی که میخوام براتون بزنم برای استبل اسمش طرح ضبطریه که نمونه کارهای خونی ضبطری هم براتون گذاشته بود. ببینید بچه ها، تو این طرح که کاملا مشخصه شما یا باید زیگزاگی حرکت کنید یا ضبطری حرکت کنید. دقت کنید مثل سنگ سفید رو همینجوری اومدم رد هم چیدم. حالا من میام چیکار میکنم بچه ها؟ 2 سنگ سفید این ور و 2 سنگ سفید اون ور رو میزنم بمونه. این 3 تا سنگ سفید وسط رو میکنم. دقت کنید بچه ها، ما نمیتونیم کیپ تا کیپ پلمون معمولا ساخت و ساز کنیم، ولی چون اینجا پشت حصار ما محسوب میشه و هیچ احتیاج خاصی بهش نداریم و حتی درب ورودی هم اینور نذاشتیم، میتونیم همین یه تیکه این کار رو انجام بدیم و وقتی به درب اینور رسیدیم باید یه دونه عقب نشینی کنیم که من بهتون میگم چجوری باید این کار رو انجام بدیم. تازه نمای خونه رو خیلی خوشگل و زیباتر جلوه میده. خیلی خب بچه‌ها، من برم یه استوب بزنم اینو براتون بسازم که توضیحش خیلی سخته. الان میسازم بهتون میگم چجوری. خیلی خب رفقا، ظاهرا سنگ سفید کم آوردم. من برم یه ذره سنگ بچینم بیام. اونجایی که این بازی فول سروایوله و من میخوام این خونه رو تنها و تنها تو سروایول بسازم، مجبورم این کارو بکنم. و شما که بی نهایت درست میکنه دستت بازه، ولی خب این بازی هم کاملا مخصوص اونایی که میخوان سروایول خونه درست کنن. خیلی خب بچه‌ها، خیلی حرف نمیزنم، برم سنگا رو بچینم بیام تا بریم ادامه بازی بهتون بگم. ببینید رفقا، من هنوز این طلا رو نکندم ولی یه روزی میرسه که تموم میشه ویدیوم و حمله میکنم سمت این طلا ببینم چه خبره. خب ببین، از حال حریم افتادیم که دیگه الماس طلا پیدا کردیم، نکندیم، افتادیم پایین. ببین عجبا. خیلی خب بچه‌ها، من برم بالا سنگا رو بچینم. چیه؟ ای کاش نبودید میچیدیم. خیلی خوب.
به 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 بچه ها، قبلا هم گفتم بازم میگم، ببینید سنگای سفیدو شما یه دونه پیدا کنید یه منبع بزرگ ازش پیدا کرد. اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی، اگه من دیده باشید ویدیو قبلی بنده رو یا ابوالفضل، کاملا متوجه این قضیه شدید و کاملا نشونتون دادم که یه دونه سنگ سفید پیدا کردم، کندم اومدم تو، کلی سنگ سفید بود که قبلش هم بهتون گفته بودم سنگ سفید یه منبع خیلی بزرگه و معمولا هم بغلش آهنه که اینم گفته بودم دفعه قبل اگه ویدیو رو دیده باشید. کلا سنگ سفید پیدا کردید ایمان داشته باشید که آهن کنارش پیدا میشه. از طرفی یه دونه پیدا کردید فکر نکنید همون یه دونه است، انقدر زیاد هست که تا آخر عمرتون میتونید خونه بسازید. یه سنگ خیلی زیبا و شیک و مجلسی. الان هم میبینید من دارم چپاول میکنم این آهن رو، ولی خب تا میتونم سعی میکنم استفاده نکنم. اگه انچنت داشتیم چی میشد؟ انچنت فورچون اگه داشتیم یه دونه میکندیم 3-4 تا بهمون میداد، قشنگ میلیاردر میشدیم. 10-20 تا معدن میتونستیم درست کنیم با امیرعلی. خیلی خب بچه‌ها، سنگ مورد نیازم میچینم، برمیگردم بریم ادامه ویدیو. خیلی خوب رفقا، یه نکته درباره اون بنده های خدایی که میان 30 تا سوراخ تو معدن درست میکنن، بعد که میرن معدن کاری کنن یه چی میاد روی چشم سبزنگ میپره که نابود میکنه. ببینید بچه‌ها، وقتی میگید با یه مشعل خودتون رو راحت کنید، فضا رو که نورانی کنید، موجان یه جوری بازی رو ساخته که بازی وقتی روشنایی ایجاد بشه دیگه زامبی اسپان نمیکنه. یه مشعل بذار خودت رو راحت کن. اگه همین مشعل نباشه، یه نقطه تاریک باشه، امکان داره زامبی یا هر چیزی اسپان بشه، یهو میری بکنی میبینی مردی. زامبی هم بچه‌ها دشمن کوچیکی نیستش. مثلا برای منی که مثلا هیچ زره ندارم، 2 تا بزنه بهم، با میزان گوشتی که دارم، با میزان جونی که دارم به فنا میرم. امکان داره زامبی دستش سلاح باشه، حتی امکان داره بیل باشه، شمشیر باشه، همه زامبی ها لخت نمیان جلوتون. پس از زامبی ها هم بترسید، با زامبی بازی نکنید، زامبی بازی هم نکنید. تشکر. خیلی خوب رفقا، دوستان عزیز، بچه ها من سنگ سفید مورد نیازم رو جمع کردم. چیزی که هستش بچه ها اینه که ما تو ساخت استبل باید خیلی زیاد از شیشه استفاده کنیم. علت چیه؟ اول از همه این که من برای همه خونه هم سقف میذارم و یه راه میذارم که طرف بتونه بره بالا بیاد پایین و از اون استفاده کنه و رو سقف بره بیاد، قشنگ منظره زیبای خونه رو ببینه و یه جذابیتی داشته باشه. دوم از همه این که بچه‌ها روی استبل ما یه خونه‌ک کوچولو ساخته میشه. اون خونه‌ک کوچولو توش چست قرار میگیره، یعنی صندوق قرار میگیره که وسایلای اسبتون رو بذارید داخل اون چسته و زیبایی کارتون رو چند برابر کنید. این محوطه‌ای که من دارم براتون میسازم خیلی زیبا، یعنی تو ذهن منه. وقتی پیاده شه شما قشنگ متوجه میشید که من دارم چی کار میکنم. مورد دیگه میخواستم بهتون بگم بچه‌ها، شیشه بودش که بهتون گفتم دیگه. ساخت شیشه هم 2 تا شن میذاری تبدیل به شیشه میشه دیگه، با چوب شیشه درست میکنه. چیزی هم که احتیاج داریم بچه‌ها بعد شیشه این بلوک ها هستش. برای درست کردن این بلوک ها 4 تا از این شنا رو جمع میکنید، یه بلوک شنی سفت درست میکنید و 4 تا از این بلوک شنی سفت اگه اشتباه نکنم درست کنید. بذارید یه نگاه بندازیم تا بهتون بگم چجوریه. یه لحظه. این هم بچه ها ببینید 4 تا شن معمولی، یه دونه بلوک شنی و با بلوک شنی هم شما قادر هستید که به اصطلاح اینا رو درست کنید. گیر کرد بچه ها، اینا رو درست کنید. اینا قیافه داره، ظاهر داره و زیبایی رو چند برابر میکنه. اینا رو فکر کنم تو این به اصطلاح معدنی رو دیده باشید که مثلا این معبدهای صحرایی اینا پره. درست کردنش هم خیلی راحته. حالا اگه نتونستید اینجوری درست کنید، میایید تو این قسمت یه بلوک شنی میذارید داخل دستگاه و اینو درست میکنید. با بلوک شنی هم کلی سنگای قشنگ میشه درست کرد. البته میتونید بلوک شنی رو هم بپزید، شن صاف یه دست تحویل بگیرید، بلوک شنی رو بپزید، جذابیتش قشنگ میشه و به اصطلاح برای ساخت خونه هم مناسبه. خیلی خوب بچه‌ها، خیلی وقتتون رو نگیرم. حالا بعدن اگه شن دستم نتونستم برم بیرون شن جمع کنم میام تا بهتون بگم باید چیکار کنیم. بچه‌ها این گوسفندا رو دیدم یاد یه نکته سمی افتادم. ببینید بچه‌ها، زیر پای گوسفند، گاو یا هر موجودی که دارید میذارید باید حتما چمن باشه و سبز باشه، چون گوسفندا از چمن تغذیه میکنن. وقتی پشمشون رو میزنید دوباره سری وقتی از چمن تغذیه میکنن پشمشون در میاد و گاوها هم تا چمن نخورن شیر نمیدن و کلا چمن غذای طبیعیه. اون اگه میخواید ازشون فراورده بکشید بیرون مثل شیر، مثل پشم، باید حتما زیر پاشون چمن باشه تا تغذیه کنن. زیر یعنی کف استبل اینا رو نمیشه باش سنگی تزیین کرد و کلا باید چمن باشه.
و برای اینکه چمن یارو سبز باشه خب طبیعتا باید کنارش چمن سبز باشه که اون سبزه بخوره به این سبزه و همینجوری گسترشش بده. یعنی این کناری که من با گل درست کردم اگه دیده باشید یه سری جاها چمنش همینجوری معمولی بود که وقتی میزنی اینجوریه دیگه، نگاه کنید به این شکله که وقتی چمنش بغل چمنش سبزه کم کم سرایت میکنه میاد این ور و اینا رو سبز میکنه دیگه. بستگی به بایومتون داره دیگه، شانستونه که آیا چمنی باشه یا اینکه نباشه. خیلی خوب رفقا، بریم که بالاخره تمومش کنیم این داستان رو بسازیم و تمومش کنیم. به به به. خیلی خوب بچه ها، این طرح ضبطری دقیقاً ارتفاع استبل ما همین قدره. چون طرح ما ضبطریه با توجه به طول و عرضمون ما مجبوریم ارتفاع رو تنظیم کنیم. ارتفاع استبل دقیقاً همین شکله. ویدیو رو استاپ میزنم، ادامهش رو میسازم و توضیح میدم بهتون که قراره چه حرکتی بزنم. دوستان و عزیزان گرامی، بچه ها من رسیدم به مرحله چوب گذاشتن. بچه ها ببینید چوب باید اینجوری باشه که قشنگ زیبایی کار رو نشون بده. شما چجوری چوبا اینجوری بذارید؟ ببینید بچه ها پشت به پشت این قسمت خب شما باید حتما گل بذارید تا بتونید چوبتون اون شکلی در بیارید. حالا دوباره اینجوری، دوباره این شکلی و تمام. خیلی خوب بچه ها دقت کنید، ببینید باید بزنید رو بدن این تا چوبتون به این شکل در بیاد. برای اتمام کار هم خب طبیعتا شما لازمه بیاید این پشت دونه بکنید دیگه، بیل داشته باشید کارتون خیلی راحت تر پیش میره. و بچه ها بیلدری تو قسمت سروایوال دردسر خیلی داره، اینو گفته باشم. و حتی یه خونه تردار آسون هم بخواد درست کنید احتیاج به جمع کردن منابع داره، ولی من با به اصطلاح کمترین زمان دارم براتون یه خونه شیک و خوشگل درست میکنم. فعلا استوپو میزنم، قسمت های بالایی رو میسازم و برمیگردم. بچه ها دقت کنید تو قسمت های بالایی شما خب طبیعتا دسترسی به جلو ندارید، یعنی به پریدم نمیرسید بخواید بلوک بذارید، باید برید این بالا راحت بزنید رو دهنه و با این کار شما راحت میتونید خلاصه بلوکتون رو اونجوری که میخواد لک گرفت. نمیدونم دردش چیه ولی سعی میکنم درست کنم. هر دفعه مثلا حرکت می‌کنم ولی بازم درد میگیره. شرمنده دیگه، شما باید با این گوشی به اصطلاح زپرتی سر کنید تا موقعی که من یه گوشی درست حسابی تهیه کنم دیگه. اگه هوای ما رو داشته باشید هم میتونیم یه فضای درست کنیم که به اصطلاح بازی رو پرورش بدیم، بیشتر بهتون یاد بدم بسازید، هم یه درآمدی کسب کنیم. خیلی خوب بچه‌ها من استوب میزنم، بریم ادامه ساخت. خیلی خوب رفقا، بدنه کار ما اینجوری از آب در اومده. فعلا که بدنه کار این شکلیه. من حالا میخوام برم سراغ به اصطلاح اطراف بدنه و بعدن شیشه و شنای این شکلیمون رو جایگذاری کنم تا استبلم تکمیل بشه و بهتون بگم که چه چیز جذاب و قشنگی درست کردم. رفقا و عزیزای گرامی، اگه یادتون باشه من بهتون گفتم که به اصطلاح ما باید یک بلوک بیایم این ورتر تا نچسبونیم به دیوار و حصار که موقع ورود این در یا خروج این در مشکلی برامون ایجاد نشه. که ما یه بلوک از این طرف و یه بلوک از این طرف رو کامل ریشه کم میکنیم تا بهتون بگم که ادامه باید چیکار کنیم. بچه آب رو حیثیت من نبرید تو سیفون، من دارم با به اصطلاح کلنگ چوب میزنم ولی خب دیگه میخواستم کارم بگذره و ادامه کارم رو برم. آب رو حیثیت من نبرید خواهشم. خیلی خب بچه ها شاید بپرسید الان چی کار کردی. ببینید بچه ها تو طرح‌های ضبطری ما اون محوطه ای رو که به اصطلاح میخوایم بسازیم باید دور تا دور ضبطری نشون بدیم یا زیگزاگ. حالا من میام چیکار میکنم بچه ها، خوردیم به گوشه، یعنی میخوایم مسیرمون رو اینوری ادامه بدیم دیگه، نمیخوایم اونوری بسازیم. الان من یه ترفند جذاب یادتون میدم تا این حرکت رو بزنید برم بسازم که هم ببینید هم بهتون یاد بدم که چجوری این ترفند رو بزنید. ببینید بچه ها دقت کنید، قشنگ ضبط داره. یعنی ما چیکار کردیم بچه ها؟ اگه یادتون باشه من اومدم دو تا بلوک این آقا اونورش نمونهش هست. ببینید بچه ها نمونهش اینجاست، دقت کنید.
ما میایم چیکار میکنیم بچه ها؟ خب تر ضبطریه دیگه بچه ها، این اومده این ور، الان باید بره بالا، ضبطری سمت بالا. خب ما به این ور که رسیدیم چیکار میکنیم؟ بذارید من یه 4 تا از اینا بسازم. یه دونه بلوک سفید روش قرار میدیم و یه دونه میایم این ور. دقت کنید بچه ها، قشنگ ضبطره، میبینید؟ دقت کنید قشنگ ضربدرش هم رو به بالا، همینجوری میریم رو به بالا تا برسیم به این محوطه، تا من ادامه کار رو بهتون بگم که جذابیتش چند برابر بشه. بچه ها رسیدیم به قسمت غیر قابل دسترس ساخت و سازمون. ببینید بچه ها، به این قسمت که میرسیم ما باید چیکار کنیم؟ یا میتونیم روی بدنه پله ایجاد کنیم، از طریق این پله بریم بالا و به قسمت ضبطری دسترسی پیدا کنیم. یا میتونیم چیکار کنیم؟ یا میتونیم بچه ها تو همون منطقه که هستیم، حالا فرضاً آقا میخوایم اینجوری نگاه کنیم، علامت گذاری کنیم، شاید خیلی هم مثل من نتونم بسازن، خب گیج بشن. شما میتونید بچه ها قشنگ بلوک بذارید زیرتون، بیاید بالا بسازید، دوباره برید پایین، بکنید برید پایین. و این دوتا راه برای بیلدری. بچه ها به گل خیلی احترام بذارید، گل مادر بیلدره. چرا؟ هم تو ساخت و ساز کمکتون میکنه، تو بالا رفتن پایین رفتن، و خیلی از کارهایی که حتی فکرش هم نمی‌کنید همین گل انجام میده. خلاصه اینکه بچه‌ها با گل محوطه رو میتونید صاف کنید، میتونید این طرح‌های رفت آمد بذارید. یعنی من مثلا به جای که این همه شن بذارم، این چیزا درست میکردم، راه درست میکردم با بیل، ولی خب شن خیلی قشنگ‌تر بود و من شن رو انتخاب کردم چون می‌خواستم زیبایی کار چند برابر کنم. حالا استاپو میزنیم بسازیم و برگردیم. عزیزان و رفقای گرامی، بچه‌ها خب طبیعتاً برای درست کردن به اصطلاح چوبای این طرف هم ما احتیاج به گلکاری داریم که اعصاب میخواد، و شما کلا تو ساخت خونه اولین چیزی که باید داشته باشی حوصله است اگه میخوای خونه خوشگل و جذاب بسازی. خیلی خب بچه‌ها، من یه طرف رو تمام کردم، حالا میخوام قشنگ نشونتون بدم که طرح ضبطری چیه، چه شکلی، چجوری باید بسازی. ببینید بچه‌ها دقت کنید، دقیقاً هم چوب ها هم سنگ سفید همشون به شکل ضربدری برگشتن روی دیوار و اینوری شدن. یعنی شما از نمای داخل هم نگاه میکنید، از نمای بیرون هم نگاه میکنید، کاملا جذب به اصطلاح ساخت و ساز این قسمت میشید. اگه دقت کرده باشید نگاه کنید، اون ورم تکمیل میکنم، برمیگردم و میام سراغ شیشه گذاری ها و انواع کارهایی که باید این قسمت انجام بشه، که در ادامه هم بهتون میگم که این قسمت این ور چی کار میکنم و چجوری میسازم. عزیزان و رفقای گرامی، بچه ها دقت کنید، طرح ضربدری ما برای استبل تا اینجا که بدنه اسبا میخوره و اینجا قرار اسبا باشن آماده است. برای این قسمت بچه ها، برای این قسمت ما احتیاج داریم که چی؟ احتیاج داریم که یه پله بیایم این ورتر. چرا؟ به خاطر اینکه اول از همه موقع ورود و خروج اذیت نشیم، دوم از همه اون ور کار نچسبه به دیوار که موقع ورود و خروج زشت جلوه بده خونه ما رو. حالا من میرم سراغ ساخت ساز این قسمت، برمیگردم تا بهتون بگم قراره چیکار کنیم. خیلی خب رفقا، من تصمیم داشتم که اول بیام اینو تکمیلش کنم بعد برم سراغ محوطه دو، ولی شن کم آوردم. یکم صبر کنید شن جمع کنم برگردم بهتون میگم که قراره چه حرکتای سمی بزنیم. یه نکته در مورد شن جمع کردن بچه ها دقت کنید، شما وقتی میخوای شن جمع کنید، خب وقتی بیرون از آب وایسید روی منطقه قشنگ زیر آب مشخصه دیگه بچه ها، شما راحت میتونید جمع کنید بزنید و لازم نیست حتما روی زمین صاف شن جمع کنید. من خیلی از پلیرها دیدم شن زیر آب دم دستشون نمیرن، یه جور دیگه شن جمع، مثلا این حرکت مزخرف مسخره است. همونجا زیر دست وایسه یه جا آروم آروم نگاه کنم، مثلا اینجا شن نزدیکه، من میام اینجا بلوک میذارم، الان مثلا اونجا جای ایستادم برای خودم درست میکنم، میرم با وای میستم، اینو ور میدارم، تالاب همه شنا رو میزنم، راحت میکنم، میاد بالا رو سطح آب. شن یه ماده سبکه و الحمدلله ماینکرافت یه سری چیزا بالاخره قانون طبیعت رو رعایت کرده، مثل درخت از زیر بکنی باقیش سالم بمونه. و خلاصه شن همه میاد روی آب، گلم بزنید میاد روی آب و راحت میتونید بپرید شیرجه جمع کنید و خیال خودتون رو راحت کنید. اینم از این بچه ها. ویدیو رو استاپ میزنم، میریم میایم. به 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 بچه ها نگاه کنید نمای خونه رو از دور چقدر قشنگ و زیباه. شما اگه حصار زیبا بسازید، همون حصار انقدر خونه رو زیبا میکنه که هر کسی بیاد تو سر شما پشماش فر میخواد. یعنی این تازه حصار خونه زیر خونه تازه تشکیل نشده درست بشه، پشماتون فر میخواد.
رفقای عزیز و گرامی، بچه ها ما شیشه رنگی هم میتونیم درست کنیم. من حالا تصمیم گرفتم یه 16 بذارم که به اصطلاح جذابیت ماجرا رو چند برابر میکنه. خیلی خوب رفقا، من میام شیشه های قهوه‌ای و شیشه های تا اینجای ویدیو استوب میزنم میرم میام تا بگم در ادامه میخوام چیکار کنم. خیلی خوب رفقا، طرح ما تقریبا در اومد و ما فهمیدیم که الان کامل قراره چی ساخته بشه. الان بهتون میگم، دقت کنید بچه ها. اون جایی که دو طرف شن قهوه‌ایه وسط شیشه زرد و اون جایی که دو طرف شن زرد وسط شیشه قهوه‌ای میخوره تا نمای این قسمت رو تکمیل کنه. من نمای این قسمت رو تکمیل میکنم، برمیگردم تا ادامه قضیه رو بهتون بگم. دوباره شب شد رفقا، یه استراحت کوتاه میکنیم و دوباره برمیگردیم تا به ساخت سازمون ادامه بدیم. خیلی خب بچه ها، من اومدم یه کت سمی زدم، یه دونه ارتفاع به اون ور و به این ور اضافه کردم تا سقفم همتراز در بیاد، تا موقع سقف زدن اذیت نشم. دیگه واقعا میخوام تکمیل کنم، دیگه استوب بزنم دیگه واقعا تکمیل میکنم برمیگردم. فوشم ندید انقدر بچه ها، ساخت این خونه ها زمان بره، اعصاب میخواد. سر همین قضیه باید به هم وقت بدید. خیلی خوب رفقا، بچه ها یه ایده به ذهنم رسید. گفتم بهتره که این طرف رو شن و شیشه رنگی بذاریم و این طرف رو که زیبا و خوشگل رو استفاده کنیم تا بتونیم به اصطلاح طرح بدیم. بچه ها دارید میبینید دیگه، اینم از طرح محوطه اون برمون شد. وقتی که سقف بزنم براش یه چیز مشتی گوگلی از در میاد. میبینید که تنوع رنگ خیلی زیاده، یعنی شما میتونید شن رنگی بسازید، یه رنگ‌های دیگه مختلف داشته باشید، اختاپوس باشید رنگ سیاه دست بیاد، استخوان بعد رنگ سفید درست کنید، گلای رنگی پیدا کنید و شنای جذاب‌تر و شیشه‌های رنگی‌تر استفاده کنید. میتونید 4 نوع مثلا شن استفاده کنید برای طرح اینجا و خیلی جذاب‌تر و زیباتر جلوه بدید استبلتون رو. بچه‌ها من برم که به اصطلاح چی بهش میگن، این یه قسمت یوغورم بسازم و برگردیم تا برسیم به بحث حصار کشی و آوردن شیرین اسب. خیلی خوب بچه ها، اون جایی که طرح خونه ما زیگزاگیه بچه ها و ما چون اون طرف سنگای زیادی رو کار کردیم که دم دست داریم تو این بایوم و دیگه سنگای دیگه در دسترس نداریم، سر همین قضیه ما تو این قسمت میخوام یه چیز خیلی جذاب نشونتون بدم که یاد بگیرید. ببینید بچه ها، ما طرحمون چی بود؟ زبدلی بود، درسته؟ ما میایم چیکار میکنیم؟ بلوک های چوب و اونجوری که من اونور گذاشتم به شکل زبدلی در میاریم. حالا ما باید چجوری این حرکت رو انجام بدیم؟ الان یادتون میدم. دقت کنید بچه ها، اگه گل و پشتش به شکل زبدلی بذارید یا مثلا با این روش که من امتحان کردم اگه امتحان کنید در آتیش چوب نذارید، گل بذارید، پله پله زبدلی در بیارید، خیلی حرکت زیبا و جذابی میشه با این حرکت بزنید. حالا من فعلا یه نمونهشو نشونتون میدم، این تازه شروع کارمه، بذارید تمام که شد بهتون میگم چه جوریه. خیلی خب بچه ها حقیقت و اصالت این طرح اسمش هست دوتا سی پشت هم. یعنی به اصطلاح اسم این طرحو من گذاشتم، چون طرحایی که میزنم خودم درست میکنم اسمش هم خودم انتخاب میکنم، طبیعتا باید حق داشته باشم. ببینید بچه‌ها، اسم این طرح دوتا سی پشت هم هستش. چیزی که باعث میشه اینا دوتا سی بشن پشت هم دیگه، بلوکایی هن که وسط اینا قرار میگیرن. ذهن شما برای این طرح خیلی زود، یعنی من یه جورایی تقریبا اشتباه میکنم که این طرحو میارم رو کار، ولی چون بهترین طرحیه که میتونم الان در حال حاضر استفاده کنم اینو میزنم. بچه ها من این طرحو کامل میسازم و بعد ویدیو رو استارت میزنم و طرز ساخت این طرحو کاملا بهتون میگم. خیلی خوب رفقا، بچه ها اسم این طرح همونطور که گفتم دوتا سی پشت هم اسمشو من گذاشتم، یعنی دوتا سی انگلیسی پشت هم. ببینید بچه ها، این طرح شما دقت کنید، این طرح انگار دوتا سی رو پشت سر هم قشنگ با بلوک چوبی قرار دادم. نمیدونم چی منو زد ولی زد. گوشت ندارم بخورم. اوه بچه ها بدبخت شدم، الان میمیرم. استوب میزنم یه چی بخورم بیام.
رفقا اولین سیبی بود که منو نجات داد. یعنی من هیچ وقت مثلا با سیب زنده نمیموندم، این مدل جایی بود. البته هندونه هم دارم، بالاخره سنی از همون گذشته زمین کشاورزی داریم، اینجا پر هندونه است. خلاصه بخورم جونم پرشه که بریم ادامه بازی. داشتم میگفتم بچه اون طرح بچه یه طرح خیلی خاصه و در آوردنش بچه سلیقه میخواد. یعنی شما به این راحتی ها نمیتونید طرح سی رو بزنید، یا باید چند تا بلوک داشته باشید، چون طرح سی بچه کم کم 3 نوع بلوک میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها شما وقتی بخواید طرح سی رو بزنید، گفتم که بلوک‌های وسط طرح سی هستن که به طرح سی نما میدن و شما اگه یه رنگ بزنید خب زشت از آب در میاد، 2 رنگ بزنید متوسط، 3 رنگ بزنید محشر میشه. و همونطور که میبینید من 3 رنگ زدم، بلوک‌های چوبی گذاشتم اطرافش و شنای رنگی گذاشتم دور تا دورش که حالت سی گرفته دیگه. اگه دقت کنید درب ورودی من دقیقاً این شکلیه که اگه دقت کنید بچه‌ها با طرح زبدری زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی زبدری شما دقت کنید چجوری رنگ کردم، ولی این طرح سی رو دقت کنید چه شکلیه. من عقب وای میستم، یه سری شاید با این اشتباه بگیرن. نگاه کنید بچه‌ها زمین تا آسمون تفاوت بین این طرح و اون طرح. و اینکه اگه دقت کنید بچه‌ها این طرح رو میخوام توی ویدیو بعدی آموزش بدم بهتون. یعنی میخوام خونه بعدیمو با این طرح بسازم. این طرح خیلی سخته، یعنی اگه کسی بخواد یاد بگیره باید تمام ویدیو رو یه ذره به یه ذره نگاه کنه. مخصوصا وقتی بخوای خونه بسازی، این تازه درب ورودیش من ساختم، بخوای خونه بسازی پدرت در میاد. بچه‌ها استاپ میزنیم بریم بقیه هم بسازیم و اگه خدا بخواد درارم بذاریم و دیگه تموم شه این بازی. خیلی خوب رفقا، شارژ دارم. و اینکه چیزی که مشخصه اینه که استبل تکمیل نشده و ما هنوز سراغ خونه نرفتیم، ولی چیز دیگه هم که مشخصه اینه که ویدیو ما الان 45 دقیقه 50 دقیقه شده و پارت بعدی ویدیومون تکمیله. و اینکه بچه‌ها برای اینکه پارت بعدی رو ببینید بعد بذارید گوشیم شارژ بشه، یه زمان مناسب پیدا کنم. استبل رو که تکمیل کردم حتما پارت بعدی رو میذارم براتون. بچه‌ها ما رو حمایت کنید، بذارید ما یه انگیزه داشته باشیم که خلاصه ادامه بدیم با این وضعیت. خیلی خوب بچه‌ها، همونطور که مشاهده می‌کنید در این استبل کاملا گذاشتم. ماشین استبل اینجا لایک بزنید. این در استبل اینجا، این در استبل اینجا، این در استبل از این بر که میبینید خیلی زیبا و قشنگ هم شده اگه دقت کرده باشید. فقط اینکه محوطه اینها هم که کاملا مشخصه با شنهای به اصطلاح رنگی و اون بلوک هایی که قیافه دارن مثل اینا که گذاشتم این لبه که در بذارم روش قرار استفاده بشه برای این کار، و شیشه های رنگی. خلاصه از اینجور قبیل مسائل. اما سقفش یه سورپرایز جذاب براتون دارم برای سقف و تا ویدیو بعدی هم بهتون نمیگم. فعلا خدا نگهدار.